سلام. سلام. اسم من ماهانه. منم امینم. سال نوتون مبارک باشه. آره، امیدوارم سال خوبی داشته باشی. با اولین برنامه مووی فکس اومدیم. آره دیگه، اینجا هم من و فیلمه. یه سری پلیلیست دیگه هم داریم، ما سعی می‌کنیم بیشتر اخبار رو پوشش بدیم، ولی حالا الان این ویژه برنامه‌مون. بفرمایید. خب 7-8 تا فکس آوردم. صدا و سیما باشه. خب فکت اول این که آقا میگن آقای نولان برای فیلم اینترستلار مثل این که یه مزرعه ذرت میخواسته، ولی خب دور و بر اون محلی که فیلم برداری میکردن هیچی نبوده. برای همینم یه زمین 2 میلیون متر مربعی رو اجاره میکنه و کلش رو ذرت میکنه. بعد حدود $100,000 هم مثل این که هزینه داشته این کار. بعد با این کار تونسته خیلی راحت تصویرهایی که میخواسته رو بگیره و بعد اینکه فیلم برداری تمام میشه هم ذرت رو میفروشه دیگه، خرج فیلم میکنه دوباره. از این کارهای عجیب غریب زیاد میکنه دیگه. معمولا مثلا انفجارا رو سعی میکنه که طبیعی انجام بده. یا حالا برای اوپنهایمر همچین کاری نکردی، خدا رو شکر. ولی برای جوکر کرده بود دیگه، برای بتمن. یه دونه حتی دوربین $250,000 رو سر یه دونه صحنه که جوکر روی موتور بود اونجا به فنا میدن $250,000. بودجه خوبی بهش میدن، این کارو هم میکنه دیگه، ولی خب خوب در میاره صحنه رو. مثلا این فکتا هم باعث میشه که اون فیلماش بیشتر دیده بشه. دقیقاً. فکت بعدی این که توی فیلم چارلی و کارخونه شکلات سازی که کارگردانش آقای تیم بورتون بوده، بله، سنجابایی که توی اون فیلم بودن و آجیل میخوردن آموزش دیده بودن و واقعا سنجاب واقعی بودن. 40 تا سنجاب واقعی بودن که آموزش دیده بودن. یعنی بازیگر شده بودن سنجاب دیگه، حالا اونا رو آموزش داده بودن. منظورش این بوده که جلوه ویژه نبوده، سنجاب واقعی بودن. و فکت بعدی، این فکت جالبیه، میگه که توی اون صحنه فیلم اسپایدرمن توبی مگوایر اولیه که اولش هست اون سینی غذا رو میره تو سلف بگیره، بعد غذا میفته بالا همه رو جمع میکنه، مثل اینکه اون صحنه واقعی بوده، واقعا اون اتفاق افتاده و 150 بار فیلم برداری کردن که تونستن اون سکانس رو در بیارن. اینو من یه چیز دیگه هم خونده بودم راجبشون، گفتن که رفته بوده یه دونه سیرک چیزی با اون کاره، اسمش نمیدونم چیه، حالا به اون علاقه‌مند شده بوده، انقدر این کارو سعی داشته انجام بده، اون صحنه که پیش میادش میگه که من این صحنه رو خودم انجام میدم، نمیخواد جلوه ویژه یا بدل کار بیارید، خودش انجام بده. 150 بار یه تو مخیه دیگه، 150 بار یه دونه سکانس رو بگیری. ولی خب تمیز در اومده بوده، یعنی یه جوریه که آدم میبینه فکر میکنه کامپیوتریه. یه ذره حالا تندش کرده بودم ولی خودش انجام داد. فکت بعدی این که میگن تمام ماشینایی که توی فیلم مد مکس استفاده شده همشون ماشینای واقعی بودن، واقعا اون ماشینا رو ساختن و تمام تصادف‌ها و بدلکاریایی هم که تو فیلم میبینی همش واقعیه. اینا فکت جالبی بود. بعد مثل این که یه دونه کتاب هم هستش، اسم کتاب بلاد سویت کروم The Wild and True Story of Mad Max Fury Road. یه کتابیه که اسمش این بود که گفتم، نحوه ساخت کلا فیلم مد مکس رو توش توضیح دادن و همه کارهایی که انجام شده. اون کتاب هم میتونه خیلی جالب باشه خوندنش اگر حوصله داشته باشی. آره، و همین این دوتا فکتی هم که گفتم از تو همون کتابه در اومده. یه فکت دیگه راجع به آقای براندا هستش، میگن که ایشون مثل این که موقع فیلم برداری سر سکانس های اصلی مثلا یه سری کاغذ حالت تقلب می نوشته دیالوگاشو و یه جایی میذاشه که مثلا جناب آقای مارلو براندا دیگه. آره گفتی براندا یه لحظه سوسم میاد. براندا فامیلیشو گفتم دیگه. بله. حالا مثل اینکه توی فیلم گادفادر هم این کارو کرده بوده و حالا یه نکته جالب‌تر اینش که میگه توی فیلم سوپرمن که بازی کرده بوده حتی روی پوشک بچه هم مثلا دیالوگ نوشته بوده، یه گوشه گذاشته بوده ببینه. این حرکت‌های عجیب غریب زیاد میزنه. آره بزرگا این حرکت‌ها زیاد میزنن. و آقای بیل موریو که میشناسید. بله. آقای بیل موری صدا پیشگی گارفیلد رو داشت دیگه، توی اون گارفیلد قدیمیه
صدا پیشگی اونو داشت. بعد حالا چرا قبول کرده بود؟ چون فکر میکرد که کارگردان اون فیلم آقای جوئل کوهن از برادرای کوهن. بله. ولی بعدش متوجه شد که آقای جوئل کوهنه، مثل این که کارگردان کوهن نی. سورپرایز شده بود بنده خدا. ولی خب در آخر صدا پیشگی رو انجام داد دیگه. در کل انیمیشن خفنی بود ولی آره بنده خدا از اون لحاظی زده شکست خورده. آره. یه فکت دیگه، اینم فکت جالبیه، میگن که ترامپ، میدونست که ترامپ توی تنها در خانه حضور داشته. بعد آقای کریس کولومبوس که کارگردان تنها در خانه است در این باره گفته که توی نیویورک مثلا اینجوریه که هر لوکیشنی رو بخوای توش ضبط کنی میری یه مبلغی رو میدی، اجاره میکنی، فیلم برداری میکنی. بعد اینا میخواستن یه سکانس رو توی هتل پلازا بگیرن که مثلا اینکه مالکش آقای ترامپ بوده. بعد میگن که با ترامپ تماس گرفتیم و چون که نمیتونستیم لابی هتل پلازا رو توی استودیو شبیه سازی کنیم، مجبور بودیم واقعا بریم توی اونجا. بعد گفته که ترامپ موافقت کرد، هزینه رو میگه پرداخت کردیم، ولی ترامپ بعدش گفتش که تنها راه استفاده اینه که منم توی فیلم باشم دیگه. ترامپ کلا این کارا زیاد میکنه، کلا خیلی سعی میکنه خودش جلوی دوربین نشون بده دیگه. توی کشتی کج و اینا هست. آره تو کشتی کج هم میده. ولی خب اینا مثلا مال 20 سال پیشه دیگه. 20 سال این تنها در خانه که مال 30 سال پیشه. دوران قبل از اینی که خیلی فیمس بشه است. خب حالا فعلا فکت ها این بود. فکت های بعدی هم اگر دوست دارید کامنت بذارید که ویدیو بعدیش هم بیاد حتما. مرسی خدافظ. بچه چی میزنه؟